سلام رفقا، خوش اومدید به ویدیو جدیدمون. امروز اومدیم با ویدیو تاپ لدر بالاخره و من استارت پوش رو زدم و خودمون رو رسوندم به رنک تاپ 300 جهان که بتونیم یه ویدیو خوب داشته باشیم. چند تا بتل خوب من ریپلایش رو شیر کردم تو کلن که با هم ببینیم و چند تا بتل هم لایو میزنم و امیدوارم لذت ببرید و حسابی خوشتون بیاد و حمایت هم فراموش نشه. خب مچ اول جلوی دیگه اسپارکی هست، فنوفاینال فرام هست که رنکاش هم میبینید 70 و 29 70 لدر و 29 تور که مچاپ نسبتا سختی به حساب میاد با این ورژن از جاینت اسپم. خب اول بازی ما لامبرجک رو روپول بازی کردم که سایکل بشه، یعنی اولین کارت بتونیم زودتر به اولوشنش برسیم، چون حدس میزدم که اسپارکی باشه با توجه به تاورش. شما تاور شف تو تاپ لدر دیدید یا اسپارکیه یا نهایتا پیکاگوین جاینت، یعنی غیر از این دو حالت نمیتونه باشه. خب با اسپارکی دمیجی رو متحمل شد به تاورش، ولی خب دفاع هم انجام داد حریف. یا گوبلین جاینت رو میندازه و یه مادرویچ که مگامیون رو حذف بکنه موفق هم هست. ما اینجا با بومبر و پرنس و زب دفاع کردیم، سریع یه فایربال که اسپارکی از بین بره، وگرنه میتونست روی پل بازی کنه و حسابی اذیت کنه ما رو، چون دیگه زبمون هم استفاده کرده بودیم نمیتونستیم جلوشو بگیریم. خب من اینجا دوباره سب کردم اکسیرمون پر بشه، بعد دوباره لامبرجک رو پلی دادم. میخواستم ببینم کارتای زمینی چی هست، آیا الایت بربر داره یا مثلا دارک پرنس و مینی پکا. اینجا یه ریج انداختم که دارک پرنسش حذف بشه، یعنی اچ پیش به جایی برسه که دگر بدون دمیج دفاع کنه. بعد اینجا یه حرکت ریسکی زد حریف، ما هم یه حرکت با ریسکی بالاتر، یعنی روی پل با پرنس و جاینت بازی کردم. پرنس رو از این گوشه انداختم که گوبلین جاینت وسط انداخت نرسم، ولی خب این حرکت رو انجام نداد، ترجیح داد بمونه برای ضد حمله و ضد حملهش هم میبینید خیلی سنگین میشه از دو طرف. واقعا جمع کردن این خیلی کار سختیه. اکسیر گوبلین جاینتش نرسید، خدا رو شکر مینی پگا زد جلو و این برای ما خیلی خوب شد. لامبرجک اولوشن رو انداختم به همراه بومبر و سری فایربال. نه اینجا فایربال خواستم بزنم ولی نزدم، ترجیح دادم زپیو رو بزنم که هر دو شده تاور رو سیو کنیم. تاور رو سیو کردیم که اذیت بشه سر همین 200 چون اسپل سنگین نداره حریف، باید دو تا اسپل سبک بزنم، ریج و زپ باید سایکل کنه. اینجا یکم بد شد جریان، من از مخالفش بازی کردم، این ورم یه فایربال زدم که مگامینیون و گوبلین جاینتش رو حذف کنه زیاد اذیتمون نکنه. یه بمبر از وسط، یه پرنس از این گوشه برای دفاع اومد از داخل حمله کنه، من اجازه دادم اسپارکی یه شات بزنه، بعد زپا زدم روش. اینجا یه ضد حمله خیلی خوب به ما داد، خیلی خوب شد که در واقع پرنس مون تو زمین. من جاینت رو از داخل تانک کردم برای پرنس و لامبرجک هم انداختم، سریع اینجا ریج زدم که پرنس و لامبرجک سریع نابود کنن اسپارکی رو و همینجا مچ تموم میشه. این با یه ضد حمله خیلی خوب و حساب شده تونستیم مچ رو کامل در بیاریم. نکته مچ هم این بود که اونجا من حاضر شدم یه شات اسپارکی به کینگ تاور بزنه، خب چون دمیج زیادی متحمل نشده بود مشکلی برامون پیش نمیومد و بعدش زپو زدم روش و حذفش کردم از بازی و تونستیم با اون کارتای زنده مونده باقی مونده یه ضد حمله قوی بزنیم و مچ رو بگیریم. خب این حریفمون دکش جاینت اسپم بود و مچ تقریبا میرور بود، فقط حریف لایتنینگ داشت. 3 بار دیروز ما به هم خوردیم، هر 3 بار زدمش و دیگه هم میدونستیم و این مچ توی در واقع لیست بتل ها مونده بود، گفتم شیر کنم که حتما ببینید. اینم مچ آموزشیه برای میرور. خب جاینت از تبله میده، مطابقش باید جاینت پلی بدیم چون بدون جاینت واقعا نمیشه دفاع کرد توی مچ ها.
پرنس و لامبرجک میندازه. ما با بومبر و پرنس اونجا مگامینونش هم انداخت، یعنی تقریبا هر چی کارت داشت روی پل خالی کرد. خواستم یه زب بزنم که لامبرجک زنده بمونه ولی خب نموند. در کل بد نبود و دفاع انجام شد. اکسیر هم تقریبا مساوی هستیم، یه اکسیر تقریبا من عقب افتادم به خاطر اون زبی که زدم. خب اینجا دقت کنید، من حواسم به سایکل حریف بود، نذاشتم که دوباره بخواد از تد جاینت بازی کنه. حواسم به سایکلش بود که مگامینیون نداره، بعد اسپلش هم لایتنینگ نمیتونه بزنه مثلا برای جاینت. به خاطر همین مگامینیون رو با جاینت بازی کردم. ببین تو میبینی خیلی اکسیر خرج کرد که سایکل کنه برسه به مگامینیونش و مگاش هم بد انداخت. یه فایر هم زدم که اومد رو مگامینیون خودمون، ولی اینجا رو دقت کنید مگامینیون ما زودتر زد مگامینیونشو، به خاطر همین اینجا زبش هم میس داد. مگامینیون برگشت جاینت رو بزنه، منم یه لامبرجک از اون ور روی پل زدم چون میدونستم هیچ اکسیری نداره. ریجش هم انداختم که تا جای ممکن دمیج رو وارد کنه. نه فکر کنم توی مچاپ دیگه بود، ولی خب اینجا آره خب یه سری کری خونی و اینا داریم. من یکم بیمش کردم. اینجا جاینت لامبرجک رو پل پلی داد. منم مشکلی ندارم برای دفاع، اجازه میدم آره تاور بیفته، زیاد ایرادی نداره. پرنس رو یه طوری انداختم که لامبرجک رو اول بزنه. میخواستم شارژ بشه ولی خب شارژ نشد، لامبرجک سریع رسید. حالا اینور ما با احتساب کارتایی که تو زمین داریم اکسیر جلوییم. روی پل لامبرجک ایوو با جاینت پلی دادم. زب هم زدم رو پرنس که لامبرجک رو نکشه سریع. جاینتش هم اونور انداخت که تانک بشه برای پرنس، ولی خب لامبرجک اِوولوشن میکشه پرنسشو. اینورم مگامینونش هست شد. یه پرنس هم زدم که اومد برگشت دنبال جاینت. دوباره اینجا به خاطر اون لامبرجک اِوولوشنش امید داشت به بازی. منم یه جاینت سریع انداختم با اینکه کارتمون برگشت که ریسک نکرده باشم. اونورم لامبرجک رو زدم و دیگه مچ رو ول کرد از اینجا. همونطور که دیدین توی مچ بیشتر سایکل خونی و اکسیر خونی مهمه. دیدین یه سایکل خونی که مگامینیون دستش نیست تونستیم این تاورش رو ازش بگیریم و یه اکسیر خونی اونور لامبرجک روی پول تونستیم یه دمیج زیادی به اون تاورش وارد کنیم و در واقع مچ رو تموم کنیم. خب مچ بعدی جلوی یکی از بهترین پلیرهای گلوبال هست، یان 77 که همتون میشناسیدش و باده که هوک زلزله پلی میده. رفتیم اینجا توی مچ، من تعجب کردم خب چون هنوز رنکمون زیاد بالا نبود، رنک فکر کنم 300 خورده اینا بودیم. انتظار نداشتم تو این کاپ بهمون بخوره. گودلاک دادیم، بازی شروع کرد. یه هوک با آیس اسپریت روی پول همون اول بازی. منم بمبر رو انداختم پرنس از گوشه، ولی خب برای اینکه به پرنس آیس اسپریت نگیره مجبور شدم گوشه بندازم و یه 2 شات خوردیم از هوک. اینجا من یه ریج انداختم. به تایمینگ زب دقت کنید، انتظارشو نداشت، انتظار زبو نداشت، به همین خاطر پرنس رفت کانکت شد به تاور و چون ریج شده بود نمیتونست سریع واکنش نشون بده. اینجا لامبرجک از این کاشی داره میره میس داد مایتی ماینر شد، 2 شات به تاور وارد کرد، سریع با لاگ اومد جبران کنه، ولی خب از لحاظ اکسیری خیلی عقب افتاده. اینجا هم یه حرکت قشنگ زد، من اومدم بمبر بندازم که یه شات حداقل بهش بزنه، ولی مجبورم کرد که پرنسمون لاین مخالف بازی کنم. اینور دوباره همون حرکت رو پوش زدم، ولی خب آنچنان تاثیر نداشت چون اون تاور اچپیش کمتر بود. این پرنسی که ریج شده واقعا وحشیه و کنترل کردنش واقعا خیلی سخته و همین دلیل تونستیم جفت تاورش دمیج خوبی بگیریم و تقریبا میشه گفت 700 تا جلو این مچو. لامبرجک از تپ پلی دادم که نخواد هوک بازی کنه، لامبرجک اونم سایکل بشه و اِوولوشنش زودتر بیاد دستمون، چون این مچاپو معمولا لامبرجک اِوولوشن در میاره. یه بمبر دوباره از وسط، پرنس از گوشه. اینجا یه اتفاق خوبی که افتاد این بود که تاور قفل شد در واقع روی هوگ حریف و ما اذیت نشدیم. خب اینجا من ریج زدم ولی اسپریت انداخت، خیلی خوب پلی داد، مجبور شدم زپیور بزنم، ولی اینجا تو سایکلش کارت مایتی ماینر نداشت، خواست با یه شات فایر کرکر دفاع کنه که نتونست و در واقع 2 شات هم پرنس وارد کرد.
خب اینجا رو ببینید، ما با لامبرجک و اِوولوشن و بومبر دفاع کردیم. سریع جاینت من رو پول بازی کردم، چون اون لامبرجک هر جا که بمیره در واقع اون بیلدینگش رو نابود میکنه. مایتی ماینرش هم اینجا کانکت شد روی بومبر و واقعا شانسی نداشت برای اینکه بخواد دفاع کنه. منم یه زبریج زدم اینجا که اگه اسکلت انداخت سریع از بین بره و تاور رو بندازن جاینت و مگامینیون. اینجا آماده بودم کاملا برای دفاع. فایرکرکر از اونجا انداخت که به بومبر بزنه. خب من به پرنس گیر کرد، بازم دمیجش داد فایرکرکر اِوولوشن. همچنان اینجا رو دقت کنید، من جاینت رو از داخل رفتم که مایتی ماینرش رو بگیرم، نخواد مایتی ماینر با هوگ رو پل بازی کنه. اگه این کارو میکرد تاور ما رو میگرفت. تاورم که میرفت خیلی مچاپ سخت میشد، با اینکه ما جلوییم ولی خب بازم جلوی همچین پلیری مچاپ واقعا سخته. اونجا با یه هوگ بومبرش و هوگش رو میخوام با یه بومبر و مگامینیون رو ریج دفاع کردیم بدون دمیج و مچ تموم شد و تونستیم به همین خوشگلی مچ رو بگیریم. اینجا بیشتر به خاطر اینکه کارت تانکش سایکل نمیشد ما تونستیم مچ رو وین کنیم. یعنی اون تایمی که من با پرنسم و ریجم بازی کردم مایتی ماینر دستش نبود که بتونه دفاع کنه. خب این مچاپ هم مچاپ رویال هوگ سایکل هست، مچاپ فوق العاده سختیه. حالا طبق گفته پلیرای خیلی سطح بالاتر دک میگن که مچاپ 60-40 با حریف هست و واقعا هر نوع حمله رو دفاع میکنه. حالا خودتون ببینید اینجا من لامبرجک رو ریج و زب زدم، چون لامبرجک انداخته بودم دیگه فایر استفاده نکردم. با یه دونه دلیوری دفاع میکنه و یه اسکلت که ریجش هم به تاور نگیره. ما این مچ رو باید برسونیم به اکسیر 3 برابر و با حمله دو طرفه و با کمک لامبرجک اِوولوشن وین کنیم، چون واقعا مچ نیست که عادی بشه از دفاعش رد شد. من اینجا به نظر خودم اشتباه کردم، فایروال زدم. اینجا آخرش 2 تا شات آرچر کوین به تاورم وارد کرد به خاطر همین اشتباه. با اینکه اینور دفاع انجام دادم ولی خب میگم واقعا این آرچر کوین خیلی کارت بافی و 2 تا شات هم وارد کرد. من اگه جاینت رو جلوش بازی میکردم بهتر بود، میتونستم یه ضد حمله از حریف بگیرم، ولی خب اون لحظه هم بالاخره اشتباه کردم. نیم ساعت قبل دوباره به همین پلیر خورده بودم، سر 100 تا اچ پی باختم بهش. این دفعه هر طور شده بود باید میزدم، چون یه جورای بازی بحث حیثیتی داشت و من اینجا با لامبرجک جاینت رفتم، چون میگم خیلی اذیتش میکنه. پرنس هم پشتبندش که بتونم یه دمیج ازش بگیرم. آخرام پرنس یه شارژ زد، یعنی اون سایکلی که ازش خوندم بیفایده نبود. اومدم یه ریج دیگه بندازم که در واقع کنونم بیفته، ولی خب اضافی بود، بهتر بود نمینداختم وقت اکسیر بیشتری جلو بودم از حریف. اینجا میدید اکسیر 2 برابره تقریبا، نمیذاره اکسیرش حتی فول بشه. سریع رویال هوگ میزن رو پول. ما قبل از اینکه شارژ دگر خالی بشه فایر رو میزنیم که بدون دمیج دفاع بشه. خب حالا اِوولوشنمون دستمونه، بهترین وقت برای دو طرفه کردن. بمب رو از ته میرم برای سایکل جاینتم و جاینت پله میدم. سعی میکنم کارتامو پخش کنم تو زمین. مگامینیون یه جوری از وسط که بیشتر سراغ کنون بره. پرنس یه ریج اینجا روی اسکلتا. حالا یه لامبرجک و جاینت از لاین مخالف. اینجا خب میتونستم جاینت رو در واقع زودتر بندازم، ولی خواستم لامبرجک بره جلو که کنون حریف رو حذف کنه از بازی، ولی خب بازم دفاع کرد. میبینید چقدر دفاع قوی داره. من اینجا یه زب هم زدم باز با یه بمبر پیشبینی که متاسفانه بازم دیدین خوب پلی داد و واقعا نتونستیم به تاورش دمیجی وارد کنیم. از مخالفش من این دفعه جاینت بازی کردم، چون به نظرم این موافق بازی میکردم هیچ سودی واسمون نداشت و واقعا جاینت رو محو میکرد اون آرچر کوین. یه مگامینیون از ته. اجازه دارم یه ثانی از اویتیش بگذرم، اون که تو ویدیو قبل دیدین. بعدش لامبرجک رو انداختم که همه کارتامون رو با هم نزنم. یه ریج و زب من اینجا زدم روی کنون و ولی بازم فایده نداشت. هر کاری خواستم بکنم برای اینکه سایکلش رو به هم بزنم با
اِوولوشناش این ضعف رو جبران میکنه. اینجا هم دیدیم با زلزله و آیس اسپریت اِوولوشن و لاگ پرنس بومبر ما رو دفاع کرد. یه لامبرجک زدم رو پل، چون خب خودتون میدونید این دک تانک نداره اذیت میشه. با ما هم لامبرجک بعدیمون سایکل بشه، چون اِوولوشن لامبرجک بعدیمون. اینجا من زپو زدم که دمیج اضافی وارد نشه به جاینت. بعد سریع پرنس رو پشت جاینت پلی دادم که بریم برای اینجا. خیلی خوب شد، مگا میلیون ما اومد عقب بریم کنانه و حالا لامبرجک و جاینت دوم روی پول. یه بمبر پیش بینی برای اسکلتا، میبینید خیلی خوشگل اسکلتا رو زد. یه ریج که لامبرجک اِوولوشن بره سمت تاور، اسپم میکنیم از روی پول چون میبینم حریف اکسیر نداره. همینطوری باز اسپم رو ادامه بدیم. زب اِوولوشن که عالی بود و اونجا اسکلتا رو از بین برد. همچنان اسپم میکنیم، تقریبا نزدیک بود به تاورش برسیم. بازم دفاع کرد. اینجا 2 تا شات پرنس وارد میکنه، در واقع 3 تا شات. مگا مینیون هم میرسه به تاور، یه زپ هم میزنم که 2 تا شات وارد میکنه و ماجا کل جلو میافتیم. الان دیگه فقط مونده دفاع کردن که با داشتن فایروال کار راحتیه واسمون و گود گیم رو میفرستیم و عملا مش تموم شده است. اینجا یه کنون اِوولوشن میندازه. بعد رویال هوک منم لامبرجک آماده داشتم با ریج و مگا مینیون ایزی دفاع کردیم. اینم تلافی مچ قبل که بی ام کرده بود منو و تونستیم مچ رو زیبای هرچی تمامتر ببریم. همونطور که گفتم باید 2 طرفه بزنیم جلوی این دک و فقط توی اکسیس 3 برابر. خب الان فکر کنم رنک 280 بودیم. چک کنیم و بریم برای 1-2 تا بتل لایو که ویدیومون کامل بشه. بریم برای شروع. رنک 281 لدر. یکم سرچ طول میده بالاخره. خب توی رنک های هرچی بالاتر برید سرچ بیشتر طول میکشه. منم کنسل میکنم، میزنم که در اصل حریف با کاپ اختلاف زیاد بهمون نندازه. یعنی امکانش هست خیلی کاپ پایینتر بهتون بده و وقتی ببازید مثلا منفی 38 منفی 39 40 حتی، اون وقت دیگه واقعا زور داره و جالب نیست. همچنان تو سرچیم. هنوزم حریف نداده. خب داره بازی در میاره سرور و بالاخره حریف یه سیتای تقریبا از ما پایینتر بود. تاورش هم دگره. خب خوبه که دگره، برای ما واقعا خوبه. یه مگا مینیون از ته بازی میکنیم مقابل گستش. بالا ما کارت تانک نداریم، مجبورم جاینتمون رو پلی بدم. پکا هستی که حریف پکا به اسپم کلاسیک که به جای ماجیک آرچر جدیدن با اسکیلت دراگ میارن. من پرنس رو مخالف پلی میدم و همراه بومبر ریجم دستمه برای اینکه بتر رم میندازه. الان سریع حذف کردن اونا رو و مگا میلیون بعدی رو از این ور پلی میدم که سریع از بین ببرم کارتای حریف. همونطور که دیدین یه سایکل خونی و بازی خونی دقیق داشتیم و در واقع تونستیم تاور حریف رو خیلی خوب و زود بگیریم ازش. خب اینجا لامبرجک رو پلی میدم برای دفاع رویال گوست. الان احتمال داره یه کارت دیگه بندازه سایکلش بتر رم برسه. منم براش کارت آماده دارم. خب یه دونه زب میزنم. ای بتر رم انداخت با پرینس دفاع میکنیم. احتمال بتر رم هست همچنان، ولی خب نه نمیندازه. میخواد بره تو کار حمله با پکا و اون واقعا خطرناکتره نسبت به هر چیز دیگه ای که فکرشو بکنید. خب زبشو سایکل میکنه، منم ریجم میندازم. خب احتمال این که بخواد از روی پل پکا پلی بده هست، ولی خب من پرنس رو نمیندازم، ریسک میکنم فعلا. خب اینجا فایر من نمیزنم، میذارم الکتروویزار اونجا کارشو بکنه، ولی خب احتمال اینکه جلو این پکا بیاد خیلی زیاده. نیومد.
خیلی جالب بود واسم. اگه میومد به نظرم میتونست خیلی اذیت کنه تو این حرکت. خب ما هم اینجا باید جوینت از عقب بازی کنیم، چون الان حریف بترنش هم اِوولوشن هست و واقعا اذیت میکنه ما رو. ما هم البته خب لامبرجک اِوولوشن رو داریم. سریع فایربار روی اسکیل دراگ حریف، یک پرنس و ریج که سریع پکار رو حذف بکنه. اونجا بومبر کانکت میشه روی الکتروویزات و حذفش میکنه. خیلی خوب شد برای ما. دوباره پکا پلی میده. من زبامو سایکل نکردم ولی خب به نظرم نیازی هم نیست، بدون زب هم میتونیم دفاع کنیم، بدون زب اِوولوشن منظورمه. و اینجا با لامبرجک و مگامیون خیلی تمیز کار در میاد. یه فایر هم میزنم که مجبور بشه روی لامبرجک اِوولوشن اکسی خرج کنه. و ریج و گود گیم. مچاپ جلو پیکاپ تو این مچاپ با ماست، چون در واقع هم اسپل سنگین داریم، هم تاورمون دگیره، میتونیم کارتاشو با کارتای ریز مثل بومبر دفاع کنیم. خب این مچو وین کردیم. ببینیم رنکمون چند هست الان. 2530، رنک 228. یه مچ دیگه بزنیم بریم تاپ 200 و ویدیو رو هم تموم کنیم همینجا. امیدوارم که وین بشه و با وین تموم کنیم ویدیو رو. خیلی هم دلچسب‌تر میشه اینطوری. لوین حریفو نمیشناسم واقعیتش، پلیر مطرحی نیست آنچنان، ولی خب همین که تا این کاب اومده نشان از سطح گیم پلیش داره، یا البته میتونه باف بودن تکش هم شامل بشه. زبو برای سایکل میزنم به عنوان اولین کارت. دیگه حریف سنگینه احتمالاً که پلی نمیده. بمب رو از سر پلی میدیم. الکترو دراگون پلی میده. من ترجیح میدم جوینت رو از مخالف بازی کنم، چون اگه مگا مینیون میرفتم احتمال اینکه جلوی الکترو دراگ کارت بیاد و بلاکش کنه هست. اون موقع خیلی بد میشه برای ما. خب دک حریف رو فهمیدیم. دک حریف در واقع چیز هست، یه ورژن قدیمی از گولم پامپ هست که یه مدت طولانی متا بود. به جای اسکلیتون دراگون هم این کارت جدید آورده که به شدت اذیت کننده است. واقعا اذیت کننده است این کارت. من ترجیح میدم اینو دفاع نکنم و برای گرفتن تاور حریف برم، چون اکسیر جلو هم. اینجا لامبرجک جاینت روی پول. خب با الکترو دراگ اِوولوشن و بربرل دفاع میکنه، ولی خب یه دمیجی رو دادیم. دمیج بدی هم نبود. احتمال اینکه جلوش کارت بیاد بله هست. یه در واقع مجبوریم با فایر رو زد. اینجا دوباره لامبرجک زد رو پول. منم مجبور شدم مگامینیون رو پلی بدم، ولی خب کارت زمینی نداره در حال حاضر. یعنی سایکلش طوریه که نمیتونه الان اگه پرنس روی پول پلی بدم دفاع کنه. پرنس رو پلی میدیم رو پول. ریج هم میزنم که سریع تاور حریف رو بندازیم. احتمال اینکه جلوی این گولم بیاد خیلی زیاده. بله سریع از لاین مخالف حمله میکنیم. مرسی از تاور که رفت روی در واقع این کارت. سریع ما روی پول اونور اسپم میکنیم. زیاد دفاع برامون اهمیتی نداره، چون گولم خالی نمیتونه زیاد کاری رو انجام بده. پرنس هست، تو ریج هم هست، میزنه تقریبا تاور حریف رو میندازه. خب من یه لامبرجک اِوولوشن از روی پول پلی میدم که بره جلو، و بعد جوینت هم از داخل پلی میدم که حسابی اذیتش کنه. امیدوارم لامبرجک کانکت بشه به تاور. یه شات میزنه لامبرجک. خب الان باید خیلی خوب دفاع کنیم. البته خب زب اِوولوشن هم دستمون هست و میتونیم واقعا دفاع انجام بدیم. خب اینجا ما باید سریع جوینت بعدی از داخل پلی بدیم، چون اگه بخوایم دفاع کنیم اصلا نمیتونیم، چون دیگه حریف طوریه که وقتی اِوولوشن همون دستمون نباشه نمیتونیم دفاع کنیم. سریع لامبرجک از داخل. اونم لامبرجک از داخل پلی داد. یه زب میزنیم سریع و لامبرجک تاورشو میندازه و
گود گیم. این مچ خیلی خوب جلوی یه مچاپ میشه گفت 60-40 برای ما. خیلی هم تمیز و عالی پلی دادیم و تونستیم به تاپ 200 لدر برسونیم خودمونو. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشیم بچه‌ها و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. برای ویدیوهای بعدی سعی میکنم سطح بتل رو بالاتر ببرم و امیدوارم که خوشتون بیاد. خدا یار و نگهدارتون باشه.